سلام علیکم. ما سر میکنیم با آموختن فن HTML یا که HTML5. HTML5 چیست و برای چی لازم است حاضر ما شرح میدیم. در اینجا این سایت ویکیپدیا است، یعنی در اینجا تمام معلومات ها برای ما هستند. دویم سایت، این سایت یکی از صفحه های سایت BBC است، یعنی سایت BBC اصلا سایت اخباراتی است. پس هر شخصی که میخواهد سایت سازد یا که یگان معلومات را در اینترنت پخش کند، پس برای وی ساختن سایت لازم است. سایت ها با واسطه زبان های برنامه سازی ساخته می شوند و یکی از آن زبان ها این زبان HTML است. پیش از آن که ما سر کنیم باید به یک سوال مرکب جواب باید گفت، یعنی HTML را چگونه و در کجا باید نویست که در اینترنت پخش شود. پس ما سر میکنیم اول به جواب دادن این سوال. یکم برای ما لازم است که باید ما کامپیوتر داشته باشیم، یعنی کامپیوتر یا که پلنشت. در داخل کامپیوتر باید ردکتور متنی باشد. اینها ردکتورهای متنی می باشند، یا که نوتپد و میکروسافت ورد یا که دیگر نمود آنها. دوم براوزر. آخران باید نوتبوک ما باید با اینترنت پیوست باشد. وقتی که ما کدهای HTML رو می نویسیم، کدهای HTML با دو رو با اینترنت پهن کرده می شوند. یکم برای کامپیوتر خود، یعنی در کامپیوترهای خودی وب سرورها هستند. دویم راهش واسطه هاستینگ ها. هاستینگ چیست؟ هاستینگ یا که کنسترکتور سایت رو گفته، این گروهی مخصوصی کامپیوترهای می باشند که برای نگهداری سایت های مشتریان مخصوص گردانیده شدند. یعنی آن کارخانه‌ای که به فعالیت هاستینگ مشغول هستند، کامپیوترهای آنها 24 ساعت در اینترنت پیوسته می باشد. ما حاضر به شما نشان میدهیم یک چند سایت هایی که به فعالیت هاستینگی مشغول هستند. در اینجا یک چند نامگوی سایت ها هستند و ما یکی از آن سایت، یعنی سایت timeweb.com رو انتخاب میکنیم و در این سایت خود رو میسازیم. کامپیوتر ما حاضر به اینترنت پیوست است و ما به براوزر می درویم. و ما به آن سایت timeweb.com می درویم. اینجا منوی سایت timeweb.com است، یعنی سایتی که با فعالیت هاستینگی مشغول است و ما در اینجا سایت خود را می سازیم. ما انتخاب میکنیم ویرچوال هاستینگ که یکم ساده است برای ساختن سایت. در اینجا سازد اکانت است. ما در اینجا ایمیل خود را نوشته اکانت می سازیم. ما اکانت خود را یعنی ایمیل خود را نوشتیم و سازد اکانت را پخش میکنیم. وقتی که ما سازد اکانت را پخش کردیم، یعنی این سایت برای ما یک صفحه میکشاید، یعنی در اینجا سایت ما ساخته شد.
اینجا منیو دارد. سایت گفته ما این سایت ما رو اینجا می‌داریم. یعنی این صفحه گشوده شد. در اینجا نشان داده شده است cb79197.timeweb.ru. یعنی این سایت ما است. سایتی که ما ساختیم. ما با این سایت همچون اگر مشتری داریم می‌بینیم که سایت ما چگونه است. انا سایت ما تیار شد. این سایت است که ما ساختیم. یعنی این سایت رو در این منیو اون چیزی که نوشته شده است در این صفحه اینا به طور اتوماتیک تایم‌وب خودش برای ما نشان می‌دهد. ما اون چیزی که در اینجا نوشته است ما اینها رو تغییر داده سایت خودمون رو می‌سازیم. در قسم پایان فایل‌های منیج گفتگی جا هست. در این قسمی настройкаи сайт یعنی یک صفحه است که یک پاپکه است که آن رو public html می‌نامند. یعنی این public html این پاپکه ریشگی است. یعنی در داخل این پاپکه ما همه اون فایل هایی که برای ما در کار است ما در اینجا جایگیر میکنیم. در اینجا فایل index.html یعنی فایل اساسی که باید ما در آنجا همه معلومات هایی که ما میخوایم در سایت باید نویسیم در داخل این فایل ما جایگیر میکنیم. در اینجا برای ما کد های HTML نوشته شده است و ما میتوانیم این رو با خواهش خودم تغییر داده آن معلوماتی که ما میخواهیم باید در اینجا نویسیم. یعنی آن سایتی که ما حاضر دیدیم در اونجا نشان داده شده بود. اما سایت ما این طور کد ها دارد. sb79197 این آدرس سایت ما است. اینترنت یعنی در براوزر ما می نویسیم sb79197.timeweb.ru. وقتی که ما این آدرس رو می نویسیم یعنی سایت ما رو در اینجا نشان میدهد. ما سایتی که ما ساخته بودیم. یعنی این سایت ما این طور کد ها دارد. اکنون ما سر میگیریم به آموختن خود HTML. یعنی ما حاضر برای شما به سوالی چگونه و در کجا باید HTML رو نویسیم که در اینترنت پخش شود. پس ما به این سوال جواب گردونیم و ما سر میکنیم به آموختن خود HTML. ما از براوزر میبرایم. یعنی ما در روش سال یک پاپکه میسازیم. پاپکه رو میگیم HTML public HTML. یعنی ما در اینجا ساختگیم و در داخل این پاپکه ما فایل HTML رو میسازیم. چگونه باید فایل HTML رو سازیم ما برای شما نشان میدیم. تکست های داکیومنت یا که ورد هم سازیم میشه.
در اینجا این فایل رو ما همچون فایل HTML درست میکنیم. سخنرانی کاک اوستین بلاکرون بفرم نمیشه. ما از دیگر ردکتور متنی استفاده میبریم. ما از ردکتور متنی ویژوال استودیو استفاده میبریم. فایل نیو تکست فایل و این را همچون فایل HTML سخنرانی میکنیم. سیو است یعنی چگونه باید سخنرانی کنیم. در اینجا ما انتخاب میکنیم فرمت HTML رو و نام فایل رو می نویسیم ایندکس. ما در اینجا به روش سال می داریم و در پاپکه پابلیک HTML ما این فایل رو سخنرانی میکنیم. انا این فایلی که ما ساختیم تیپش یعنی HTML داکیومنت است، یعنی ساخته شد. باز ما با اون سایت تایم وب در اومده، یعنی همه اون کدهایی که در اینجا نوشته شدن ما اینا رو کپی روت میکنیم. ما همین اون کدهایی که در اون رو بود ما در این فایل خود سخنرانی میکنیم. ما این ردکتور متن رو میپوشیم. این فایلی که ما شده بوده یعنی ایندکس HTML ما این فایل رو در براوزر میکشویم. یعنی در اینجا آن فایلی که ما کشیدیمش ایندکس HTML خودمون کپی روت کردیم. انا این طور است. در این صفحه
آن سایتی که ما در اینترنت برای ما پهن شده است، یعنی cb79190.timeweb.ru، یعنی این سایت ساخته ما است. پس ما با این فایل html index در آمده ما میتوانیم اینو تغییر داده اون چیزی که به ما لازم است نویسیم، یا که یگان اخباری که برای ما در کار است نویسته در اینترنت پهن کنیم. اکنون ما با شما شرح میدیم یعنی استرکتور HTML رو. خودی کلمه HTML از 4 کلمه عبارت است، یعنی Hypertext Markup Language، یعنی زبان نشانگذاری گیپرتکست. گیپرتکست یعنی تکست های کلان. در این زبان چنین ترمین ها استفاده می شوند: تگ، یعنی تگ ها می شوند تگ جفت یا تگ تاپ، و اتریبوت. اتریبوت از نام و معنای خود عبارت است. وقتی که فایل HTML رو میگشایند، یکمین کدی که در HTML برای ما نمایان میشود این doctype HTML است. یعنی این doctype نشان میدهد این زبان یعنی یک تیپی داکیومنت HTML است. یعنی در جایی که همین علامت خطاب با کلمه doctype بیاید، این یعنی این نشان میدهد که این ورسی HTML ورسی آخرین یعنی ورسی پنجم HTML است. دویم کدی که در HTML نوشته می شود یا که تگی که نوشته می شود خودی همین کلمه کار شده HTML است. یعنی کدهای HTML چنین نوشته می شوند، یعنی از علامتی خرد و علامتی کلان. در داخل این دو علامت یعنی تگ ها نوشته می شوند. کدهایی که در HTML استفاده می شوند آنها را تگ ها می نامند. همه آن تگ ها در داخل همین دو تگ نوشته می شود، یعنی تگ گشاده و تگ پوشیده. یعنی خودی تگ HTML تگ جفت است، یعنی از دو تا عبارت است. تگ یکمش HTML تگ گشاده و دویمش تگ پوشیده. تگ پوشیده از تگ گشاده با این علامت سلش فرق میکنه. در ورسی پنجم HTML تگ های HTML رو به سه گروه تقسیم می‌کنیم، یا که آن سایتی که ما میسازیم به سه گروه تقسیم میشه. یکم تگ هد، یعنی هد این تگ در ورسی های پیشی بود، در ورسی پنجم HTML هدر نوشته می شود. یعنی خودی کلمه هد به تاجیکی سر می شود. یعنی در این قسمی هد یا که در داخل این تگ هد آن نسترایک و تنظیمات های سایت نوشته می شود. دویم تگ بودی یا که بودر. بودی در ورسی های پیش بود، حاضر در ورسی پنجم بودر، یعنی تمام آن معلومات هایی که ما میخوایم نویسیم و در اینترنت نمایان باشند همه آنها در داخل همین تگ بودر نوشته می شوند. سوم تگی که در HTML استفاده می شود تگ فوتر، یعنی این فوتر تنها در ورسی پنجم HTML است، در ورسی های پیشین نبود. یعنی در فوتر اینا به زبان روسی در سایت ها میگن که پدول، یعنی در قسم پایانی سایت در داخل فوتر همان آدرس ها یا معلومات های ایلاویه که برای ما در کار است در آنجا نشان داده می شود. این بود استرکتور HTML. ما سر میکنیم از موضوع یکم ما از فن HTML، این موضوع تکست است.